چین، دروازه آسیای شرقی، کشوری جذاب و شگفت‌انگیز. این کشور تمدن باستانی داره که چیزهایی مثل بارود و نودلرو به دنیا هدیه داده. مسافرهایی که برای اولین بار به چین سفر میکنن معمولا به شهرهای بزرگ میرن، اما اونهایی که تجربه بیشتری دارن به سمت مناطق دیگه‌ای از امپراتوری میانه لقب تاریخی چین میرن. جاهایی که سفر کردن ممکنه کمی چالش برانگیزتر باشه به خاطر مشکل زبان، ولی برای سفر کننده های مستقل کاملا شدنی. در ادامه نگاهی داریم به بهترین جاهایی که میشه توی چین ازشون بازدید کرد. سوجو بدون شک معروف ترین شهر آبی در چینه. در یک دوره‌ای یکی از بزرگترین شهرهای جهان بوده. شاید امروز باورش سخت باشه، چون بخش قدیمی شهر تصویری از آرامش با خونه‌های سنتی چینی که در امتداد کانال‌ها قرار دارند و پل‌های بسیار زیبا که از روی این کانال‌ها عبور می‌کنند. سوجو نه تنها پایتخت ابریشم چین محسوب میشه، بلکه به خاطر باغ‌های کلاسیکش هم به همون اندازه مشهور. از جمله باغ ماندگار که 4 بخش مجزا داره و به عنوان یکی از شاهکارهای باغشناسی در چین شناخته میشه. دالی در کنار یک دریاچه درخشان در احاطه کوههای باشکوه، دالی مدت هاست که یک مقصد محبوب گردشگری بوده. شهر قدیمی دالی 1000 توی دلنشین از کوچه های سنگفرش شده، معماری سنتی قوم بایی و بازارهای رنگارنگ. در طول قرنها دالی پایتخت چندین پادشاهی مختلف بوده. بنابراین آثار تاریخی جالب و چشمگیری در اطراف شهر پیدا میشن. از جمله نمادهای دالی سپاهگودای معروف هستند که با شکوه در برابر پس زمینه کوهها ایستادن و بازدید کنندگان رو به تماشای تاریخچه‌شون و لذت بردن از باغ‌های اطرافشون دعوت میکنن. تنگه ببر پرنده که به شکل چشمگیری از میان مناظر ناهموار استان یونان عبور میکنه. یکی از عمیق‌ترین، زیباترین و با شکوه‌ترین دره‌های رودخانه‌ای در جهانه. ارتفاع این تنگه از بلندترین نقطه تا پایین‌ترین بخش تقریباً 3800 متره. در دو طرف این تنگه 2 کوه نفسگیر قرار دارند: کوه برفی اژدهاهای یشم و کوه برفی هابا. تنگه با جریان خروشان و وحشی رودخانه جینشا شکل گرفته و در اطرافش میتونی طیف وسیعی از مناظر طبیعی رو تجربه کنی. به دلیل زیبایی طبیعیش پیاده روی در مسیر باریکی این تنگه محبوبیت زیادی پیدا کرده. این مسیر از آبشارهای خروشان، صخره‌های ناهموار و روستاهای دورافتاده عبور میکنه و سفری فوق‌العاده به دل طبیعت.